تقسیم شاه اثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به اهالی تاجیکستان که با اقدام نیکی فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نو و با صفت بلند به نشر رسید آغاز یافت. تقسیم نمودن این شاه اثر که با دستور سرور دولت محترم امام علی رحمان به هر یک خانواده اهالی کشور باید دسترس کرده شود. از شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان و وادی رشت شروع شد. این اقدام نجیب و کم نظیر پیشوای معرفت پرور ملت به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیش گرفته شده. هدف از آن به تاکید سرور دولت پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطن دوستی و وطن پرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان می باشد. شاهنامه محضر درخشان استقلال و آزادی، وطن دوستی و وطن پرستی، افتخار ملی و حفظ مرز و بوم سرزمین مقدس آریایی ما می باشد. مردم کشور از آغاز تطبیق این اقدام وطن دوستانه اظهار سپاس و قدردانی نموده. از جمله تاکید می نمایند که آن به تحکیم حس افتخار و سرفرازی و مسئولیت وطنداری هر یک شهروند تاجیکستان مساعدت فعال خواهد داشت. شاهنامه منبع مهمترین خودشناسی وطن دوستی نسل جوان می باشد. مطالعه شاهنامه افتخارات نسل امروزه تاجیک را از گذشته پر افتخار افزون می گرداند. آموختن شاهنامه برای مردم تاجیک مهم و ضرور است. تقدیم شاهنامه برای ساکنان مملکت سیاست وطن دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد. من از فرصت مناسب استفاده برده از نام تمام ساکنان ناحیه شغنان به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان منتداری خود را بیان می سازم. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی کتاب بزرگ قهرمانی است. مطالعه شاهنامه انسان‌ها را به وطن دوستی، وطن پروری هدایت می‌کند. کتاب مذکور در نشریات شرق آزاد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2 جلد با تعداد 1,700,000 نسخه به تب رسیده است. باید یادآور شد که شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه ملی مردم آریای نژاد و گنجینه حکمت و خرد به حساب می رود. دایر به صفتهای شاهنامه سرور دولت محترم امام علی رحمان در سرسخن نشر نو آن از جمله می فرمایند: در حقیقت فردوسی در شاهنامه که در هیچ ملت دنیا همسنگ این کتاب اثری نیست، تاریخ پر از شادی و افتخار، کامیابی و ناکامی، درد و آرمانهای مردمش را با خون دل قلمی کرد و به این وسیله تاریخ، فرهنگ، فلسفه، حکمت، قصه، اساطیر و عرف و عادتهای آریایی ها را زنده و پایدار گردانید و به خدمت نسل‌های آینده گذاشت. پرزیدنت کشور از موضوعهای محوری این شاه اثر ستایش دانش و خرد، ترغیب وطنخواهی و وطن دوستی، ترنم استقلال و آزادی، تشویق برابری انسانها، پیروزی نیکی بر بدی و عدالت و داد بر بی‌عدالتی و بیدادی یادآور می شوند که بعد از 1000 سال در روزگار امروزه ما نیز از اهمیت بزرگ برخوردارند. در ادامه تاکید می‌گردد که فلسفه والای فردوسی ما را از گذشته‌مان آگاه ساخته برای نسل‌های امروز و فردا سبق آموزنده و عبرت بخش می‌دهد. به خصوص در روند جهانی شوی که از بین رفتن دولت‌ها، ملت‌ها، زبان و فرهنگ‌های بومی را در پی دارد، ما به افکار و اندیشه‌های وطن دوستانه و هویت ساز شاهنامه نیازی بیشتر داریم. مورد ذکر است که این اقدام نجیب و فرهنگ پرورانه سرور دولت محترم امام علی رحمان در برابر دیگر تشبس‌های سازنده‌شان از جمله نشر و تقدیم اثری برجسته علامه باباجان غفورов تاجیکان به هر یک خانواده می‌تواند
برای بالا رفتن حس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی هر ساکن کشور خدمت کرده، برای تربیت نسل بیدار و سازنده همه‌جانبه مساعدت نماید. اگر اهمیت شاهنامه و شاهنامه خوانی را در راه ترغیب و تحکیم وطنخواهی و وطن دوستی و حفظ مرز و بوم کشور خود به طور کوتاه و موجز بگوییم، پس به از خود فردوسی کسی او را وصف نکرده است که میگوید: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند، و یا بس رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. بخشیده به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به هر یک خانواده ملت تاجیک تحفه را تقدیم نموده است. این کتاب بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی می باشد. شاهنامه در ظرف 30 سال نوشته شده است و از 60,000 بیت عبارت می باشد. در شاهنامه کارنمایی ها و قهرمانی های گردآفرید و دیگر زنان و بانوان فداکاری ها را نشان دادند. این اون معنا دارد که حس بلند وطن دوستی داشته برای دولت خود مبارزه می بردند. ما زنان و بانوان امروزه سعی و کوشش به آن روانه می سازیم که مثل گردآفرید و دیگر زنان و بانوان حس بلند وطن دوستی داشته در پیشرفت دولت و ملت خود سهمگذاری می نماییم. و ما اظهار سپاس بی اندازه خودمان را به اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت میرسانیم که برای ساکنان ناحیه شاهنامه کتاب بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی دسترس گردید و برای هر یک خاندان ساکنان ناحیه شاهنامه تقدیم کرده می شود. این اقدام نوبتی بی‌نظیر پیشوای معظم ملت است که برای هر یک خاندان تاجیک کتاب شاهنامه بی‌زوال را تقسیم نمودند و این اقدام بی‌نظیر گنج پربها برای هر یک تاجیک به حساب می رود. ما سپاس بی اندازه خود را برای پیشوای معظم ملت می رسانیم که برای هر یک ما چنین اثر ماندگار را تقدیم نمودند. بسیار خرسندم که از طرف پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک کتاب مقدس است که ما آرزوی چنین کتاب داشتیم که من این یک اقدام خیلی بزرگ پیشوای ملت می باشد. هر کس آرزوی آن را داشت که همین گونه کتاب باید در خانه وی باشد که این آرزوی ما علیه جامعه عمل پیشید. وقتی که در مکتب می خواندم صنف 8 بودم یا صنف 9 بودم، کسی آمد گفت که در همون دکان کتاب فروشی کتاب شاهنامه آوردند. ما دویده رفتیم اینجا که متاسفانه همگی 30 نسخه بودستند. خیلی بعضی ها کسی که پول داشت گرفت، کسی که پول نداشت گرفتن نتوانستیم. حاضر باشد من بینه چنین یک کتاب خوشرو در فرمات خیلی خوشرو من دسترس همه ساکنان جمهوری تاجیکستان گردیده است. خیلی منتدارم. من از نام خودم، از نام تمام ساکنان ناحیه شاهنامه و از نام همه شهروندان جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت خور منتداری خودمان را بیان می‌نمایم که چنین یک تحفه بزرگ را برای ما پیشنهاد کردند. این اقدام خیلی خیرتمندانه و نجیبانه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صاحب احترام امامعلی رحمان گواه از آن می‌دهد که هر یک ساکن با عار و ناموس ملت تاجیک باید از شناسنامه ملت خود، از تاریخ بی‌زوال خود آگاهی یابند. ملت تاجیک ملت تمدن آفر است. این تمدن آفری ملت تاجیک است که باز یک تحفه بزرگ از نام پیشوای معظم ملت به مردم ناحیه روشتان تقدیم کرده شده است. این تحفه گرانبهایی که وقتی که من دانشجوی بودم برای خریدن کتاب شاهنامه بسیار تنقیصی می‌کشیدم، لیکن امروز بسیار خوشبخت هستم که به یگان ممانعت پیشوای معظم ملت به مردم ناحیه روشتان عموما به تمام مردم تاجیک باز یک تحفه گرانبها شاهنامه بزرگ فردوسی را هدیه نمود که آن از تاریخ دولتداری ملت تاجیک آگاهی می‌دهد.